در میدان سواروف در شهر مسکو روز یکشنبه صدها نفر جمع آمدند و خواستار استعفای حکومت روسیه شدند. با گفته برگزار کنندگان در تظاهرات موافقه شده با مقامات زیر نام برای روسیه عدالت و سمتگیری نو تقریبا 2000 نفر شرکت داشتند. مقامات گفتند تعداد تظاهرگران 2 برابر کمتر بود. در تظاهرات نمایندگان سازمان و حزب‌های جبهه چپ، حزب عمل، حرکت نوروسیه، روسیه دیگر و روسیه آزاد حضور داشتند. آنها طلب می‌کردند حکومت اصلاحات نظام نفقه را بس کند و استعفا دهد. عین زمان سرگئی اودالتسوف یکی از برگزار کنندگان و نماینده جبهه چپ را به تظاهرات راه ندادند. امسال ما شاهد اصلاحات وحشتناک در نظام نفقه شدیم. اصلاحات وحشتناک یک چالش برای تمام مردم است. پرداخت‌ها را بالا بردند. بالا بردن مالیات از ارزش اضافه سبب بسیار بالا رفتن نرخ‌ها شد. مالیات نو جاری کردند. برای انتقاد حکومت با بهانه تحقیر دولت جزا تعیین کردند. ما چندین بیانیه‌های خودخواهانه مقامات را شنیدیم که ماه‌های اخیر به شور آمدند. در نزد تظاهرگران همچنین نماینده روسیه دیگر اولگا شالینا و وزیر سابق جمهوری خودخوانده دونتسک ایگور استرلکوف سخنرانی کردند. همه ما یک وطن داریم و این روسیه است. همه ما یک مردم هستیم. با ما متحدی با شما لازم است. متحدی برای آنکه ما از حقوق خود حمایت کرده توانیم، حقوق مردم خود به آینده و زندگی را حمایت کنیم. تظاهرگران همچنین از حقوق به قول خودشان اخلاقی و قانونی برقراری SSR تاکید کردند که به گفته آنها می توان با قبول دونباس به حیات آن شروع کرد.